Что вы можете сказать о нынешней ситуации с мигрантами в России? Как она изменилась за последние годы? Ну, у нас самое серьезное изменение было в 2014 году, когда все-таки у нас ввели یکی از патент مهمترین для تغییرات سال 2014 بود چون در آن سال برای تمام مهاجران پتنت جاری کردند. قبلا پتنت فقط برای افراد علایده بود. اگر می‌خواستید در کارخانه یا مؤسسه کار کنید باید اجازه مخصوص می‌گرفتید و این یک مسئله مشکل ساز بود چون این نظام را خدمات فدرالی مهاجرت که برهم داده شد بر راه انداخته بود. نظام چنین بود که در روسیه برای مهاجران 2 میلیون کوتا برای کار جدا شده بود اما تعداد مهاجران به 9 میلیون نفر می‌رسید. 7 میلیون نفر اگر می‌خواستند قانونی هم کار کنند نمی‌توانستند. آنها خارج از قانون کار می‌کردند. کروپسیا، جنایتکاری هم پیامدهای همین کاری غیر قانونی بود. سال 2014 قرار عاقلانه قبول شد و با پتنت به همه اجازه کار دادند. می‌خواهید برای افراد علایده کار کنید یا برای شرکت به شما اجازه داده شد. Все равно, тем не менее, по сообщениям российских СМИ, Россия еще сообщает, что несколько миллионов остаются на нелегальном положении мигрантов. Разные цифры называются. Почему, на ваш взгляд, и как вот с этим, как решать эту проблему? Ну, есть несколько факторов. То есть первый фактор, когда в 2014 году... چند سبب وجود دارد. آنگونه که گفتم سال 2014 وضع آسان‌تر شد ولی عین زمان مشکلی به وجود آورد. مثلا افرادی که سالهای زیاد اجازه کار نداشتند و امکان به دست آوردند که اجازه کار را به آسانی به دست بیارند در وضع نامساعد ماندند چون وقتی بیرون رفتن از روسیه با نظر داشت اقامت غیر قانونی مهاجر او را از حق ورود به روسیه محروم می‌کنند. دیگر اینکه مهاجران غیر قانونی را حساب کردن بسیار مشکل است. مثلا سال 2015 معاون رئیس خدمات مهاجرت یگوروا به شورای فدراسیون آمد و گفت که در روسیه 3.5 میلیون مهاجر غیر قانونی اقامت دارند. دیگران از گفتن چنین آمار پرهیز میکنند. اما بعد پایین آمدن قرب روبل نسبت به دلار مهاجران زیادی از روسیه رفتند ولی ممکن است آنها را حالا هم در قطار مهاجران غیر قانونی حساب میکنند اما در واقع آنها در خانه هایشان هستند و فکر من تعداد مهاجران غیر قانونی به 1 میلیون نفر میرسد و آنها هم در اینجا زندگیشان را درست کردند. ما بارها پیشنهاد کردیم که مهاجران غیر قانونی عفو شوند. یعنی مهاجر میآید میگوید که غیر قانونی هستم او را تفتیش میکنند اگر جنایت نکرده باشد به استثنای رعایت نکردن مقررات اقامت باید عفو شود و به او کارت مهاجرت بدهند که گویا او همین روز به روسیه وارد شده است. То его надо как бы амнистировать, выдать заново миграционную карту, как будто он въехал вот в этот день. Если раньше мигранты страдали от криминальных кругов и скинхедских движений, то теперь их место заняли сами органы власти, правоохранительные органы. Почему они относятся к мигрантам так жестко, не как к людям, которые хотят заработать на жизнь, а как к потенциальным преступникам? Регулярно задерживаются какие-то группы людей с оружием, со взрывчаткой, с религиозной литературой. پیوسته گروه‌های با اسلحه، مواد ترکنده و ادبیات مذهبی دستگیر می‌شوند. مثلا خود قرقیزها، تاجیکان یا ازبک‌ها به خدمات فدرالی امنیت زنگ نمی‌زنند که بگویند ما در اینجا بچه‌های شبهناک را می‌بینیم چون آنها را آدمان خودی می‌حسابند. اما عملیات تروریستی می‌شود و مشکلات سر می‌زند. ما چند پیش مقام ناظر در تمام ساختمان‌های روسیه را به دست آوردیم. حتی ما را به میدان دینما اجازه دادند. ما امام خودمان خیرالدین را گرفتیم در آمدیم دیدیم با 1,500 نفر صحبت کردیم. در همانجا مشکلات پیدا شد. در آنجا یک نفر برش دراز اعتراض کرد که گپ‌های شما درست نیست اما در اینجا 1,500 آدم است. بعد خویشچنی در روزی دراز میخوان دم بگیرند و چنین آدمی را گوش میکنند که مشکلی میآفرد. به نظر من این عقیده که مهاجران را بسیار تنگ میکنند به مثل سالهای 90 درست نیست. Но в 90-ми годами это будет точно неправда.